سلام. درود به یکتون، حالتون چطوره؟ تو این ویدیو قراره با هوش مصنوعی به زمان سفر کنیم. با ما همراه باشیم، ویدیو رو از دست ندید. یک سری ویدیو آماده کردم از هوش مصنوعی، یعنی هوش مصنوعی اومده تاریخ رو در قالب ویدیو چند تاشو دیدم. آره اصطلاحش من فیلم‌های POV، یعنی مثلا اول شخص بیدار میشی و مثلا اون روزا رو تجربه میکنی و یک سری اتفاقای تاریخی هم هست، یعنی ویدیو یک سری اتفاقای تاریخی و یک سری دوره‌های تاریخی. اولیش خب معلومه به عنوان یک فرشته تو بهشت. بریم ببینیم چه خبره. این پای پسر بود؟ فرشته است. صدا مردونه بود. این مازندران بود. اون لحظه فرشته بود. ببین میگن بریم بهشت، حوریای بهشتی منتظر شماست. بالا عشق می‌کنه. مازندران که خوش گذشت. مازندران قشنگ. بهشت مازندران. خود مازندران بود دیگه. بعدی به عنوان یکی از سازنده‌های اهرام مصر بیدار میشه. کارگر اهرام مصر. ولی این خودش یک چالش. دقیقاً اصلا انسان‌ها آدم‌ها ساختنش. شما کامنت بزنین بگین اهرام سر کی ساخته. من خودم به شخصه میگم آدمو نساخت. شما کامنتتون رو بزنین، نظرتون رو بگین. فکت علمی آوردن آدمو میتونن ساخته باشن. یه سری چیا دیدم که اهرامایی درست میکنن که بتونن سنگا رو جابجا کنن و این داستانا، که اینا رو دیدم ولی خب منطقی نیست. چیزی که زیر زمین اهرام مصر پیدا کردن الان اصلا کار دست انسان نمیتونه باشه. ویدیوشو ببینیم. دعا هم میکرد. چی میکنه؟ عدسیه؟ عدسی لوبیه. خوبی؟ چقدر زود خوبی؟ آره این ویدیوش خیلی کوتاه بود. بعدی این هم قشنگ میگه به عنوان کسی بیدار میشی که توی حادثه هیروشیما بود. آره این هم جالب، میتونه تجربه خیلی بدی. آره زمچه هم داشت و خوشه. دستش. آره خاک یکسان شد. تجربه خیلی بدی. همه رفتن سوخت غیب شده. خب ما من احساساتی هم اینم یکی از تجربه که واقعا دوست داشتم تجربهش کنم. اگه ردت بازی کرده باشی این ویدیو باید جالبه. میگه که بیدار میشی داخل قبر وحشی، همون بازی ردت دیگه. آره اصلا این هم What the hell is wrong with you? Get out of bed, you lazy bastard! میشی شده مثل صبحانه نه دارم میان تو شهر. لیمون سوالیه کمک برای کم چرا همینجا لوبیا و عدسی دیگه هوش مصنوعی فکر کنم سلیقه غذایش یه مقدار ضعیف. آرزو کن خوابه دمانی خوابه زود میکنه زود بیدار میشن دیگه. ساعت 2:20 تازه داریم ویدیو میگیریم. رسیم به ویدیو جالب. اول من داستانشو بگم. به عنوان کسیه که داره اون اسب تروژن رو میسازه. حالا اسب تروژن چیه؟ یه جنگی داشتیم داخل یونان به اسم جنگ تروا. جنگ خیلی طولانی بود. حالا چجوری تموم شد؟ یونانیا یه ایده به سرشون زد که یه مجسمه اسب درست کنن، داخلش کلی سرباز جا کردن. اینو به عنوان مثلا هدیه دادن به تروا. از دروازه تروا نمی‌دونن. آره و تروایین قبول کردن. شب که شد از داخل اون مجسمه کلی سرباز ریختن بیرون، در تروا رو باز کردن و یونان جنگو پیروز شد. یعنی هوش مصنوعی اون سازنده، به ما سازنده اسب
که چی اصلا چجوری اسب ساخت و رفتن تو اسب و اینا. چکوشی برده اسب چوبی هم آره اینجا هم داره لوبیا اسب چرا؟ اسب ساخت مش معلومه داخل اسب سرباز منتظر انگاره سرباز منتظر انگار اسب پیاده شه شب بشه برزن بیرون. ولی ایده جذابی. این آقا برنامه نویسی هم از این ایده استفاده کردن دیگه. ویروسی داریم مثل ویروس تروژن. باشم مهندس برنامه. ویدیو بعدی یکی از مهندسای چرنوبیل. اوه فاجعه چرنوبیل. آره اون دقیقاً سریالش دیدی؟ آره دیدم. قشنگ. سکانس حادثه چرنوبیل. از دید یک مهندس. از دید یکی از اون مهندسا. آره. هنوز که هنوزه چرنوبیل جای زندگی نیست. بعد فاجعه است قبلش خانه غذا عوض شد. آره جاجا قبل فاجعه هم از اینجا خوب نبود. ایمرجنسی رو زد چشمش دیگه اینم پاکستانش فاجعه عجیب و غریبی بود، خیلی عجیب بود. یه سری صحنه و ویدیوهای واقعیش هم دیدم. جدی؟ خیلی بد بود. خیلی از مهندساش سوختن دیگه، مردن. آره. خیلی هم که دیر شهر رو ترک کرده بودن هم اونام سرطان گرفتن، مریضی گرفتن. تشکر ده. به عنوان یکی از سرمایه‌دارای مصر ما کارگر رو دیدیم داشت اهرام میساخت. اما اون یکی از سرمایه‌دار غربی داشت. اینا چه زندگی داشتن؟ از پا تلا بود. نه از رو خوب هم میذاره. آره بزیم که مثلا نداشت کنم. گربه همینجا هست. تو مصر گربه خیلی نماد داشت. یه استوری دیده بودم یکی از این مجسمه های مصر گربه بود. به یک گربه میبینی که هنوز ما رو میپرستن. گربه میگه من نمیدونم ولی فضای مجازیشون دست من اکسپلو رو میچرخه میشه گربه. چه ویدیویی بهتر از ویدیوش مصنوعی از ایران 500 سال قبل از میلاد مسیح. بله. تخت جمشید رو ببینید. تخت جمشید رو ببینید. اصلا بود. عظمت رو ببینید. تخت جمشید رو ببینید. تمدن رو ببین. بی نیاز از هر کسی از هر جایی. نمیدونم استودیو فوتبالش. ببین ما همچین تمدنی داریم قدرشو نمیدونیم، همچین فرهنگی داریم. اون زمان 500 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی حضرت مسیح هنوز به دنیا نیامده بود. 500 سال قبلش ایران تمدنی به این بزرگی داشت. بازم یه ویدیو از 500 سال قبل از میلاد.
آها این دختر خشایارشا مثلا آره داره دیگه سلفی ویدیو میگیره. میگیره اسنپ چت. پدرم خشایارشا شاور میزه پدرم برم کوچه های بسون اینم بیو میزد یه آقا همیشه تنها. نه دیگه دختر بود دیگه. دایرکت مثلا بلاش به اساس بابا چی داشت بگم؟ واقعا افتخار بابا میگم مزاوی من بود با غیرم نبود. با این هم کرد واقعا عجیب بود. خیلی حال داد. یه دیگه جان هم سفر کرد. به خدا حال داد. یعنی فکر کنم چه تمدنی چه خدا. یعنی واقعا تمدن ایران رو دوستان شما کامنت بذارین نظرتون حتما بگین. تا این جای ویدیو رو حالا که دیدین لایک و کامنت سابسکرایب فراموش نشه. همین الان لایک کن. همین الان لایک کن ببینم. مرسی. ویدیو بعدی راجع به شهر آتلانتیس داده شنیدی؟ یه شهر افسانه‌ای گم شده است. من یه شهر زیر آب. نمیدونم مثلا کشف شده یا نه. واقعا میگن یک سری‌ها میگن که آقا یه چیزی رو پیدا کردن، یک سری میگن نه افسانه است. پس تایید و تکذیب نمیشه وجودش. ولی خب این به عنوان آخرین روزی که یه نفر در آتلانتیس داشت زندگی می‌کرد. این اصلا یه شهر خیلی رویایی و یه چیز اصلا عجیب غریب. رفته زیر آب مثلا. رفته زیر آب دیگه. این به عنوان آخرین شهروندی که آخرین روزی آتلانتیس دید. 8 صبح بیدار شد. همومشون بود. صبحانه دو صبح. نگاه کن. آن بعد خیلی هم تو علم و اینا بود. تو سعیده همین یه چیزی اشتباه چون همچین داستانی میگن این واسه وایس چرا در شهر غرق شد. یازده 1425 سال بعد مثلا الان آره مثلا آب داره مثلا رفتن زیر زمین و کشف کردن مثلا شهر پیدا کردن آدمایی واقعا. یک سری ویدیو هست از پیدا شدنش ولی خب تایید نشدن اینکه واقعی یا اصلا فیکه. ممکنه باشه. من حدس میزنم که همچین شهری وجود داشت. یعنی نمیتونه فقط افسانه بوده باشه. خیلی جالبه. همین نزدیکی 100 سال پیش. 100 سال پیش کالیفرنیا. نیویورک. واشنگتن. حالا هوای قدیمی خیلی قشنگه. نوستالژی بالی. مثلا با اینکه تجربهش نکردیم مثلا یک جدا نوستالژی ما این ویدیو داریم میریم اون زمانه دیگه یه تجربه میشه ولی خیلی حس و حال خوبی داره. اصلا یه حالیه. ویدیو بعدی ویدیویی از اسکندر مقدونی یونان. الان اینی که بیدار میشه اسکندر. آره تو به عنوان اسکندر مقدونی بیدار شدی تو یونان. بعد تجربهش کنی اسکندر مقدونی چی بود؟ در نقش جنگی. نه I know this. اسکندر After you it's gonna catch us. We grab it. تیزی رو آره اینجوری میشه جنگ. جام درسته رو بودن کردی؟ پیروز جنگ شد. آره اسکندر معمولا پیروز بود. معمولا خیلی داستانش طولانیه چی شد پیروز نشد. بنده شانس هم نداشت. ویدیو بعدی هم یک ویدیو خیلی جالبیه. این داستان شیطان و سقوطش و اینا رو میدونیم. به عنوان اون لوسیفر یا شیطان بیدار میشی اون آخرین روزی که داخل بهشت بودی از بهشت رانده شدی. آره خیلی جالب رانده شدنه. باز آخرین روز چشم داشت میوه‌اش داشت می‌خورد. چه سفیدم بود لوسیفر. لوسیفر خوشگل‌ترین فرشته بود دیگه.
Bakın bir şey ne? Hayır, sana da şey. Bence değil. Gel. چیکار کردی؟ مخالف رهبری مخالف انقلاب کرد کودتا از میاد زمین؟ رانده شد زمینه دیگه نه زمین نه اینجا رانده شد این ویدیو هم گفتم بذار باش ویدیوش با ما شرک خیلی دوست داشتم ویدیو رو ببینید شرک باشی چی میشه مسواک میزنه من موشو Now, I don't mean چشم to brag. سوپ به I چشم make a mean weed rat stew. I like my privacy. باطلاقه میرفتیز می همون میگرد این چی بود؟ بچه شده که Bye بکنم bye. گوش مصنوعی از کارتون آقاتی کرد قسمت جدیدش هم تریلر شما خیلی پراش من شدم که اینطوری نیست یعنی اون تریلر دیدی چجوری بود ظاهرش که خیلی انتقاد داشت من شنیدم که داستان شرک 5 تو دنیای موازیشه و این یکی از دنیای موازی بود یعنی شرک همچنان همون ظاهر شرک رو داره اون سکانسی که با ما تریلر اومد همه شاکی شده بودن چه اینجوری کردی اونجوری کردی میگن یکی از دنیای موازیش بود آخرین ویدیو آره بعد به عنوان نوح یه کشتی رو میسازی و حیونا رو جمع کنی خودشب کسی بود دو رازونی رو بگردم بیش بچه سوانه هم داره بود بیش مصنوعی هم اشتباه میکنه این میگم واسه کبیر بود کشتی ساخت نه اینجا سیل اومد آره آب داشت میمد صد و 50 روز بعد Thank God. پشه رو چرا آوردی؟ پنگوان چجوری رو بردی؟ پنگوان کجا بود؟ کجا بود؟ رفت جنوب و شیر و گورخر چجوری کنارم گذاشتی؟ اصلا چجوری قانعشون کردی که بیان؟ خب با سلیمان در تماس بود دیگه راست گذاشت رایفا میذاش رایفا بعد یه چیزی هم هست من در موردش فکر می‌کردم یه همین الان مثلا فکر کن تو سمنان یزد وسط کویر یزد یه نفر کشتی بسازه رد میشه نگاهش نمی‌کنی پنگوان رو چجوری رفتی از قطب جنوب آوردی یا از قطب شمال آوردی اسنپ زد یا سلیمان رفت دنبالش آورد سلیمان تو قالیچه برسه مرسی که تا اینجای ویدیو با ما بودین مرسی که تماشا کردین شما هم نظراتتون رو بگین حتما ایده ای دارین که ما حتما ویدیوشو بسازیم برای ما کامنت بکنین لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه دوستتون دارم بدرود